با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و صاحبکاران محلی در شهر حصار گوشتین ملی دایر گردید که در آن پهلوانان از تمام گوشه و کنار مملکت، ولایت ختلان سوخت، ولایت مختار کوهستانی بدخشان، شهر و ناحیه‌های تابع مرکز اشتراک داشتند. جشن‌های بهاری که امروز در دیار بیشت آسای ما تجلیل می‌گردد، وصلگر دیروز و امروز، حمایتگر سنت‌های والای نیاگان، ریشه‌پیوند نسل‌ها، بازگشت به اصل خویش و احیای بهترین رسم و آیین و عنعنه‌های ملی امان میباشد. شکوه جشن‌ها در هر گوشه و کنار وطن مردم را به هم آورده با شادی و نشاط بی اندازه تجلیل می‌گردد. در دامنه تپه‌ها هزاران مخلصان و پهلوانان گوشتین ملی جمع آمده همچون عنعنه نک در مسابقه گوشتین ملی اشتراک نمودند. در اساس نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار امروزها در حدود 12 جماعت شهرک و دهاتی شهر حصار مسابقه‌های گوناگون ورزشی بخشیده به تجلیل روز نوروز بین‌المللی و سزاوار پیشواز گرفتن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان مسابقه‌های گوناگون ورزشی برگزار گشته است که ما امروز در مسابقه گوشتین ملی که در جماعت دهاتی دهقان‌آباد شهر حصار دهه گچک برگزار گشته است تمامی ورزشگران تمامی پهلوانان از جمهوری تاجیکستان و دیگر دولت‌های همسایه دعوت شده هستند در این میدان قوازمایی کرده استودند. باید قیدم که امروز در اساس نقشه چورابینی بخش کار با جوانان مسابقه‌های گوشتینگیری برگزار گشته است. باید گفت که امروزها در شهر و ناحیه‌های کشور مخلصان و هواداران گوشتین ملی نیز زیاد به نظر می‌رسد. این است که صدها جوانان و نوجوانان شهر و دهات در تالارهای ورزشی از استادان و مربیان مکتب‌های ورزشی کودکان و نوجوانان مهارت ورزشی می‌آموزند. در این گوشتین در شهر حصار برگزار گرده ایستاده است. در اینجا برآمد کرده و حریفان خود را مغلوب کردم. سزاوار بسیار مکافات‌ها شدم. میخوام در جمهوری تاجیکستان در این نمود ورزش دختران هم زیادتر شوند و بیرون از جمهوری تاجیکستان پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند بردارند. بهترین ورزشگران سزاوار تحفه‌های ارزشمند کمیته تدارکات گشتند. قابل ذکر است که چنین چورابینی‌هایی که فراگیر تمام جمهوری میباشد و مردم سر تا سر کشور را به هم یک جای میگرداند سبب زیاد گشتن و تقویت بخشیدن مهر و دوستی مردمی مناطق گوناگون و حتی بیرون از مملکت میگردد. من طول 5 سال میشود که با این نمود ورزش مشق تمرین میکنم و من امروز در این گوشتین 5 نفر را مغلوب کردم و در آینده نقشه دارم که در دیگر مسابقه ها اشتراک کنم، پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. تشبثکاران چورابینی برای گوشتینگیران تحفه‌های مالی و پولی زیاد از قبیل اتومبیل سبک‌رو، مبلغ‌های پولی و تحفه‌های خاطروی آماده نموده بودند که به غریبان سپرده شد.